بسم الله الحمد لله. امام ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از استاد خود امام ابو حنیفه نقل میکند که امام ابو حنیفه روز در خواب خود دیدند که قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم را کافت و کاب میکنند و استخوان‌های مبارک آن حضرت را جمع میکنند. این خواب امام ابو حنیفه را وحشت زده کرد و امام ابو حنیفه بسیار هم غمگین شد و ترسید که شاید یگان عملی ناشایسته کردم که چون این خواب میبینم و از یکی از رفیقانش که به سوی بصره روان میشد پرسان کرد و خواهش کرد که ای رفیق من و ای دوست من، تو که به سوی بصره رفتی من از تو خواهش دارم که تعبیر خوابم را از امام ابن سیرین پرسان شوی. امام ابن سیرین یکی از تابعین بزرگ بود و تعبیر خوابها را خیلی خوب می دانست و الله تعالی این علم را برایش عطا فرموده بود. بعد از اینکه این رفیق امام ابو حنیفه به بصره داخل شد، نزد امام ابن سیرین رفت و گفت ای امام ابن سیرین، یک تعبیر خوابی هست میخواهم از تو پرسان شوم. یک مرد در خوابش میبیند که قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم را دارد میکوبد و استخوان‌های مبارک آن حضرت را دارد جمع میکند. تعبیر این خواب چی است ای امام؟ برای ما بگو. امام محمد ابن سیرین گفت که در جواب گفت، در تعبیر این خواب گفت که تعبیر این خواب این است که هذا رجل یجمع سنت النبی صلی الله علیه و سلم و یحییها. این مرد کسی هست که سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را جمع میکند و سنت او را زنده میگرداند. از این لحاظ است که امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چنین فضیلت و چنین برتری برایش نصیب کرده شد که امروزها نصف عالم تقریبا از مذهب او پیروی میکند و البته امروز بعض جوانها از سبب نادانیشان امام ابو حنیفه را متهم میکنند که او سنت را نمیدانست، اما تابعین بزرگ میگوید این مرد که چون این خواب دیده است کسی است که سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم را جمع کرده و او را زنده میگرداند و خلاف سنت عمل نمی کند. امام عبدالله ابن مبارک میگوید که دخلت الكوفة فسألت عن اروع اهلها فقالوا ابو حنیفه. میگوید من کوفه داخل شدم، پرسان کردم که پرهیزگارترین شما، با تقواترین شما، خدا ترسترین شما کی است در این کوفه، در این شهر؟ مردم همه به یک بارگی گفتند که ابو حنیفه هست پرهیزگارترین و با تقواترین ما در این شهر. این قصه را امام ابن ابی العوام در کتابی که در بیان فضائل و مناقب و اخبار امام ابو حنیفه نوشته کرده است این قول را با سند ذکر نموده است.